تنگ نماشون بخون یار. رگ چشم خونه بهار دانی چه سینه ماه دهو چار دانی تمومی مازرون است تی خونش بنوش مونا بوی یار داینی اگه دریو که هوا مست مدل روزوشو پر سرو مست مدل نماشون آفتابه که دنه او آی دنه او نمای آرزو مست مدل بخون یار. دل تنگ نماشون بخون یار. که دست و پنج بلبل زبونه غمی دیم فراغ یار خونه بزن شیلن پنجه به پنجه که عاشقونه درد دونه بخون که مازرونه اینجا آی بخون یار. بهار ماه بلبل خونه اینجا آی بخون یار. منو بخونین گلی به گلی آی بخون یار. امی هر دم امیری خونه اینجا آی بخون یار. بخون یار بخون یار. در سفرنامه رکن الاسفار که حدود 130 سال پیش نوشته شده درباره چیزهایی که از شهر آمل دیده شد اومده آمل از شهرهای قدیمی مازندران است. 3000 خانه دارد و 700 دکان از هر قبیل دکان. بازار خوبی دارد. هوای اینجا کمی گرم است که اهالی تا 1 ماه بعد از بهار اینجا نمیمانند و به دهات لاریجان که ییلاق است و هوای سرد دارد میروند. مرکبات خوب و فراوان در آمل به عمل می آید که به تهران میبرند. زراعت اهالی به اتمام برنج و شالیکاری است که تقریبا روزی 200 بار برنج راهی تهران می کنند. بخش